صبحتون بخیر و پرفیض باشد قربانان گرامی آزادی ویدیو. امیدواریم در هر کجایی که هستید خوب و سلامتید و البته همراه با رادیو آزادی که پیوسته تلاش میکند شما را در جریان خبرهای تازه بگذارد. امروز 31 مارت و ساعت به وقت پراگا 7 صبح است. من شالوی گلخوجا آماده هستم که نوگانی ها را برای شما بگویم. مفتشان کمیته امنیت ملی تحقیق پرونده جنایی دلیر شریفов خبرنگاری توجیک را به پایان رسانده برای آشنایی و خلاصه نهایی به دوستانی کل فرستاده. دلیر شریفов به برانگیختن عداوت ملی و مذهبی متهم می شود که برای آن تا 5 سال زندان جزا مقرر شده است. عبدالرحمن شریفov و گلگونه شاهزاده‌ایوا ادوکاتای دلیر روز 30 مارت به رادیو آزادی گفتند مفتشان پرونده را روز 27 مارت به دادستانی فرستادند و بر اساس مقررات قضیه بعد آشنایی دادستان‌ها با آن و خلاصه دادستانی برای محاکمه به دادگاه فرستاده می شود. دلیر شریفov خبرنگاری 32 ساله توجیک را روز 28 январ دستگیر کرده. 2 روز بعد از این دادستانی کل با نشر یک بیانیه رسمی گفت دلیر از سال 2013 تا سال 2019 200 مطلب و مقاله نشر کرده است که به قبل دادستانی دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی هستند و به برانگیختن کینه و عداوت دینی مذهبی روانه شدند. خود دلیر و خانواده‌اش این اتهامات را به اساس نامیده و گفتند که او به حیث ژورنالیست مستقل مقاله های تنقیدی می نوشت اما عضو سازمان نبود، با افراطگرایان ارتباط نداشت. بختیار شریفov برادر دلیر روز 30 مارت به رادیو آزادی گفت روز 27 مارت بعد دوربینی دلیر رفتند و او از شرایط نگهداریش شکایت نداشت ولی از جزئیات پرونده‌اش خبر ندارند. او گفت عیبنامه مقامات نسبت برادرش بی‌اساس میباشد. مقامات قزاقستان میگویند آخر هفته گذشته تاجیکستانیان درمانده در این کشور را به وطن انتقال دادند. در این باره در سامانه رسمی مربوط به وضع کرونا ویروس در قزاقستان خبر داده شده است. به قول منبع بیرون آوردن شهروندان بند مانده دو کشور از خاک همدیگر با مساعدت وزارت مدافع قزاقستان و نهادهای مربوطه تاجیکستان صورت گرفته است. گفته می شود روز 28 مارت توسط هواپیمای نظامی قزاقستان 24 زادگان این کشور از تاجیکستان به قزاقستان و 23 نفر تاجیکان از آنجا به وطن رسانیده شدند. شهروندان تاجیکستان بعد جاری شدن محدودیت‌ها برای پیشگیری از کرونا ویروس در قزاقستان بند مانده بودند. ضمناً با بسته شدن حریم هوایی تاجیکستان با هدف پیشگیری از احتمال پنه‌شوی کرونا ویروس ده‌ها مسافر تاجیک هنگام بازگشت به وطن در کشورهای خارجی بند ماندند. بعضی آنها هنوز در فرودگاه‌ها هستند، برخی دیگر در مهمانخانه‌ها جایگیر می‌باشند. تاکنون مقامات تاجیکستان تلاش کردند گروهی از مهاجران را که در 4 فرودگاه شهر مسکو درمانده بودند با تشکیل پروازهای چارتری یعنی غیر نقشه‌ای به وطن برند. مسافرانی که بیرون از حوزه کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل بنابر قطع شدن خط‌سیرهای معمولی پرواز درماندند میگویند با گذشت هر روز وضعیت آنها دشوار می شود. مقامات تصدیق میکنند که شماری بیشتر شهروندان در آلمان و هندوستان و ترکیه هستند. در همین حال در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگویند درباره شهروندان بند مانده در بیرون اطلاع دارند و برای بازگرداندن آنها کارها ادامه دارد. در ریاست اطلاعات و تحلیل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگویند مسئله تشکیل رئیس‌های چارتری برای آوردن شهروندان تاجیکستان از خارج بررسی شده ایستاده است. ولی باید بگویم بینندگان عزیز تا حال معلوم نیست که این پروازها کی انجام داده می شوند و در صورت اعلام شدن ما حتما اولین شده برای شما خبر خواهیم داد. یادآور می شویم که تا به حال حدود 40 نفر از شهرهای گوناگون هندوستان به سفارت تاجیکستان در این دولت مراجعت کرده گفتند می خواهند به وطن برگردند. شماری تاجیکانی که در شهر استانبول ترکیه درماندند بیش از 100 نفر است. در تاجیکستان باشد تا به امروز موردهای گرفتاری به کرونا ویروس ثبت نشده است. در این باره وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان روز 30 مارت خبر داد. این وزارت همچنین میگوید که از اول ماه فوریه تا آخر ماه مارت 6159 نفر شهروندانی که از خارج به تاجیکستان آمدند در بیمارخانه‌ها و آسایشگاه‌ها به کرانتین فرا گرفته شدند. به اطلاع منبع در این مدت 2146 تن آنها به خانه‌هایشان رخصت داده شده و حالا 4013 نفر در بیمارخانه‌ها در کرانتین قرار دارند. مقامات برنامه پیشگیری از ویروس نوی کرونا و واکنش احتمالی در صورت پیدا شدن بیماری را تهیه کرده برای عملی نمودن آن از سازمان‌های مالی جهانی کمک خواستند.
روزی 31 مارت چین گزارش داد که 48 حادثه سرایت کرونا ویروس را ثبت کرده است که همگی از خارج کشور آورده شده است. در ایالات متحده آمریکا باشد سرایت بیماری کووید 19 افزایش یافته از 163,000 نفر بیشتر شده است. آمریکا یک استراتژی گذراندن آزمایش را تحریزی و اجرا میکند که باید یک منظره دقیق تفسیر کرونا ویروس را انعکاس کند. در جهان از زمان آغاز پاندمی کووید 19 کمش 37,638 نفر به هلاکت رسیدند. در سراسر عالم مردم گرفتار به این بیماری به 784,000 نفر برابر گشته است. در قرقیزستان محکمه سابق پرزیدنت این کشور المازبек اتنبویف و 13 متهم دیگر به تاخیر گذاشته شد، زیرا کشور در رابطه با پاندمی کرونا ویروس وضع فوق‌العاده اعلان کرده است. ماه آگوست سال گذشته در نتیجه برخورد طرفداران اتنبویف با نیروهای امنیتی قرقیزستان یک افسر امنیتی کشته و 10 نفر مجروح شده بودند. محکمه افراد متهم میبایست در دادگاه یکم مای شهر بیشکک روز 30 مارت از سر گرفته میشد، ولی دادگاه گفت که سبب وضع فوق‌العاده در شهر بیشکک، اوش، جلال‌آباد و یکی ده ناحیه‌های جنوبی این کشور محکمه به تأخیر گذاشته شد. روز دوشنبه معاون سروزیر قرقیزستان گفت که در این کشور 12 حادثه نوی سرایت کرونا ویروس تصدیق گردیده، شماره عمومی گرفتاران کووید 19 به 94 نفر رسیده است. در افغانستان سلاح به دستان روز 30 مارت 28 افسر امنیتی را به قتل رساندند. به قول مقامداران افغان، سلاح به دستان روز 29 مارت به مجتمع منصبداری بلند رتبه ولایت شمال شرقی تخار حمله کرده 13 نفر را به قتل رساندند. در ولایت جنوبی زابل باشد روز یکشنبه طالبان سلاح به دست به بینای امنیتی حمله کرده 11 سرباز را به قتل رساندند. بر علاوه در نتیجه حمله های سلاح به دستان به اداره های حکومتی به های هلمند و بغلان 4 کسی به قتل رسیدند. در پی این حمله ها شورای امنیت ملی افغانستان گفت رهایی صد محبوس طالب که میبایست 31 مارت یعنی امروز دایر شود برپا نخواهد شد. از 8 تا 29 مارت سال جاری در نتیجه گذراندن عملیات شرطی با نام کرد در تمام مناطق دوشنبه در مجموع 12 نفر بازداشت گردیده است که از آنها قریب 30 عدد سلاح‌های سردی گوناگون از قبیل کرد و کاستید و کلتک آهنی دریافت و مصادره شده است. در این باره ریاست وزارت کارهای داخلی خبر می‌دهد مقامات انتظامی نسبت نفرانی که ضمن عملیات بازداشت و از آنها چنین سلاح‌ها دریافت مصادره کرده شد حبس و جریمه‌های مأموری تطبیق کردند. نسبت والدین نابالغان پروتکل مأموری ترتیب داده شده است. عملیات کرد در دوشنبه از تیر ماه سال گذشته آغاز شده. مسئولین میگویند تا ریشه‌کن کردن این پدیده در بین جوانان و نابالغان ادامه خواهد یافت. و بازی‌های المپی توکیو روز 23 ایول سال 2021 شروع شده تا 8 آگوست ادامه می‌کند. سنه نو بازی‌ها بعد آن معلوم شد که بازی‌های امسال المپی با سبب پاندمی کرونا ویروس در جهان به تأخیر افتاد. قرار کمیته بین‌المللی المپی در این زمینه روز 30 مارت در جلسه شروع کمیته قبول گردید. اسم بازی‌ها تغییر نمی‌یابد و با اینکه در سال 2021 برگزار می‌شود تحت نام توکیو 2020 خواهد گذشت. بازی‌های پارالمپیک که باید 25 آگوست امسال شروع میشد در تاریخ 24 آگوست تا 5 سپتامبر سال 2021 برپا خواهند شد. و اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز برای شما معلومات میدیم که از طرف بانک ملی این طور معین شده است. $1 10 سومونی و 20 درم است. 1 یورو کمی بیش از 11 سومونی ارزش دارد. امروز قرب از روبل روسی 127 سومونی و 20 درم تعیین کرده است که در قیاس با روز گذشته کمتر می باشد. سپاس میگویم بینندگان عزیز برای همراهی در این صبح بر وقت. من البته باز شما عزیزان را در جریان روز با خبرهای تازه و مهم منتظر میشوم. ما را همراهی کنید. روزی با برار داشته باشید و البته هر کجایی که هستید صحتی و سلامتی برای شما میخواهیم.